دوستان عزیز، دوگانه‌های مهربان، صبح هر یک شما به خیر و شادی باشد. باوری دارم که هر یک شما صحت و سلامت هستید. انا اکنون دوستان عزیز ولوگ امروزه را آغاز می نماییم. کسی خواهشمند باشد ولوگ مرا همراه تماشا کنید، دستگیری نماید، لایک های خود را دریغ ندارید. من از همه شما منتظر هستم که شما مرا تا همین وقت دستگیری کردین. باوری دارم که مرا تا آخر دستگیری میکنید. انا اکنون بیایید دوستان ولوگ امروزه را آغاز میکنم. ولوگ امروزه ما ولوگ یعنی خورسندی ما است. می توانید شما به خورسندی ما هم شریک شوید. انا اکنون من در اینجا تورت تیار کرده ایستادم برای زادروز شوهرم را جشن گرفتن. من همین گونه تورت را تیار کردم. نصیب باشد طرز پور ساختنش را در کانال آشخانه خواهران یعنی کانال دومی من است میگذارم. انا اکنون بیاین دوستان تا تیار شدن تورت مرا همراهی کنید. نه خیلی روی کریم رو اول کریم میکنیم، کمتر غوص کریم میکنیم، بعد روی تورتمون رو هموار میکنیم. من که شپاتل نداشتم برای هموار کردن روی تورت کردانی ملایمک رو استفاده بردم. کمتر قطع میکنید با این روی کریم رو روی تورت رو هموار میکنید. دوستان عزیز وقتی که نداشته باشه میشود با همین کردانی ملایم یا اینکه پلاستماسه های ملایمی که هست از یگان پیچینی یگان چی میماند همون رو هم استفاده برین میشود. اینا کمتر برایش گناش کردم. اکنون دوستان عزیز سورپریز تیار میکنیم. همین جوی رو تیار میکنیم با تحفه هایش. شوهرم رفتن خواستیم که تیسترک چقون تیار کنیم. خیلی بسیاری رفتی تیار کردن رو نتونستم به شما نوار کرده چون که وقت به نهایت تنگ بود. خواستیم تیسترک تیار کنیم چون که با اومد شوهرم باید تیار باشد. نمین گونه پفک ها رو دم کردیم. خیلی نمیدونم رنگ کودکو باشیم. خیلی خواستم که کمتر تحفه رو با یگان چی اوروتی هم که خالی نباشد. از همین سبب پفک ها رو گرفتیم دم کردیم. اینم خیلی اکنون دوامش رو تماشا کنیم که ما چیکار میکنیم، باید چیکارها رو انجام دهیم. همین گونه فکر میکنم که روچکا رو گرفتم برای اون که اونا بسیار کاربرشان با همین کامپیوترم خیلی که هست در کارخانه که هستن. فکر میکنم که این تحفه خوب میشود برای کارگرا. همین طور دوستان عزیز زادروز را قید کردیم. خیلی تحفه ما به نهایت پسند آمد. فکر میکنم به شما هم پسند میآید. میتوانید فکرهای خودتان را نویسید.
намин гуна хайр мо зодрӯзро қайд кардем тезтарак. Ин столи праздники мо нест, бо хонаи хуштоманам рафта будем. Инро бошад барои як бори дигар кӯдакҳоро хурсанд кардан, свечко да хай тамиралан ба бениёд маъқул ҳаминро иҷро кардан ташкил кардем. дӯстони азиз, то влогҳои оянда моро дастгирӣ намоед.